در ملی بس بودم. یک خانم سوال شد، گفت چطور هستی؟ گفتم الحمدلله. طرف موبایل خود اشاره کرد، یعنی در موبایلم گپ میزنم. من هم تصویر را از جیبم کشیدم، ادامه دادم الحمدلله الحمدلله. فکر کردم کم آمدم پیشیش. جوهر به خانم خود وصیت میکند بعد از مرگم همراه همسایه عروسی کن. خانمش میگه در خور خدا شوی چه قسم وصیت است؟ شوهرش میگه او یک دفعه موتر خراب و کهنه خود سرم زده بود، میخواهم قصد خود بگیرم. یک بچه یک دختر با هم در رستوران شیشته بودند. بچه به دختر گفت یک گپ برات بگویم. دختر وار خطا شد، گفت بگو. بچه گفت من زن اولاد دارم. دختر گفت مرد نفسی ما کشیدی، من فکر کردم پیسه نان را نداری. یک زن رفت بازار مرغ فروشی که مرغ بخرد. زن به مرغ فروش گفت 4 تا خروس کلنگی 1 تا ماکیان چند میشه؟ دکاندار گفت بیبی جان فکر کنم اشتباه میکنی، باید 1 خروس و 4 تا ماکیان بخرید. زن گفت شریعت اسلام خو نیست از ما خو نشد بان که همه ماکیان خود چند روز عیش زندگی خود بکنه. مرد پیر و لرزان و پسرهای دوگانه خود میگه در سرتان یک روکش سفید را بکشید، برید نزد او مرد همسایه که مست و بیخود است. تظاهر کنید بگوییدش که فرشته هستید و میخواهید هدایتش کنید که دیگه شراب نخورد. پسرها روکش را میگیرند در سرشان و میروند سراغ مرد همسایه مست و برایش میگن تو چه گناهایی بر اثر خوردن شراب انجام دادی؟ مرد مست میگه خیلی گناه کردم. مثلا چند سال پیش با زن همسایه رابطه داشتم، او از من دوگانگی باردار شد. خب برمیگردم خانهشون و پدرشون میگوید راحت شدی، ما فرشته رفتیم و حرامزاده برگشتیم. یک بار رفتم داخل یک فروشگاه، یک آدرس را از فروشنده پرسیدم. گفت در بیرون یک عالم آدم است، چرا آمدی از من پرسیدی؟ گفتم اونا را پیدا کرده نمیتوانم، اگر آدرس را اشتباه بگویید. دختر شهری به یک پسر دهاتی میگه میخواهم شریک زندگیت باشم. پسر دهاتی میگه ببخشید من شریک نمیخوایم. سال گذشته با شیر محمد شریکی خربوزه کاشتیم، 1 روپیه هم فایده نکردیم.